آیا بدون گریپ میشه اسکیت کرد یا نه؟ توی این ویدیو میخوام به این سوال جواب بدم و قراره که بدون گریپ من اسکیت کنم. حالا این یه تخته خسته است که گریپ داره و ما میخوایم اول گریپ اینو بکنیم و بعدش بدون گریپ تراک بهش وصل کنیم و شروع کنیم تمرین کردن و ببینیم آیا میشه تریک زد باهاش یا نه. مثلا پامون خیلی لیز میخوره، چون همونطوری که میدونید گریپ واسه اینه که شما پاتون روی اسکیت لیز نخوره. بی معطلی بزنید بریم سراغ کندن گریپ و بعدش هم وصل کردن تراک‌ها و تریک زدن باش. لیتس گو. خب بچه‌ها واسه کندن گریپ کندن واقعا کار سختی نیست و شما اگه گریپتون خیلی سفت باشه میتونید قبل از اینکه گریپ رو بکنید بهش سشوار بزنید که قشنگ داغ بشه و اون چسبش یکم شل بشه تا بتونید راحت‌تر بکنیدش. ولی خب من چون گریپام آنچنان سفت نیست راحت همینطوری دارم مثل ماست میکنمش و حالا همچین مثل ماست هم نیست ولی نکنید الان کنده شد و من اینجوریش میکنم میذارمش این کنار و این قسمت بعدی. کلا گریپ کندن مقوله سختی نیست و اکثر افراد به خاطر این میخوان گریپ رو بکنن که مثلا گریپشون رفته، یعنی مثلا دیگه گریپی اوه شت ساتیسفاینه درست گفتم ساتیسفاین بود. اوه شت به به چی باحال شد. نگاه کنید اصلا تفاوت رنگی رو میبینی، اینجا انقدر سالم مونده اینجا کثیف شده. آره داشتم اینو میگفتم که اکثر افراد که مثلا میخوان گریپو بکنن به خاطر اینه که گریپشون تموم شده و میخوان یه گریپ جدید بچسبونن روش، ولی واسه چسبوندن گریپ جدید حتی نیاز نیست که شما گریپو بکنید، میتونید روش بزنید، ولی خب واسه کندنش هم آنچنان سخت نیست. اینجوری ناخونتون میندازید زیرش تموم شد. همینجوری میکنید کم کم شروع میکنید به کندن، ملو زیبا، خیلی هم حال میده. فقط باید یکم زور به خرج بدید تا کنده بشه. من خودم تا حالا این کارو نکرده بودم و اولین باره، اما آره داریم به راحتی این کارو میکنیم. فکر کنم الان من این گریپو بکنم بخوام باش تمرین کنم پام بچسبه به اسکیت. او چقدر خوبه آجی، خیلی حس باحالی داره. یعنی به کی فکرشو میکرد وقتی داشتم این تخته رو آنباکس میکردم سرنوشتش اینجوری بشه. جالبیش اینجاست که من دست چپ هم نیستم ولی دارم با دست چپ اوه شت واسه آره چسبیده دلم نمیکنه. واو شت خیلی سخته ولی گریپ خسته است. گریپ واقعا دیگه گریپ مرده. شت دستم خونی شد. چی شد؟ خونی. چرا؟ چون خورد به گریپ، باورم نمیشه. پس همین الان یه تجربه شد واسه شما دوستان عزیز که حواستون به دستتون باشه وقتی دارین گریپو میکنید. او تازه الان داره ترکایی که تخت خورده معلوم میشه. نگاه کن اینجاش همه ترک خورده. چقدر جالب. و خیلی هاتون ازم تو کامنت ها پرسیده بودی که آقا چجوری ما گریپو بکنیم و اینا. به همین راحتی اینو میندازی زیرش، اینجوری میکنی، خیلی ایزی و میزی و یکم زور میخواد دیگه. واقعا راحت. خاک ازش بلند میشه خدای من. خیلی جالبه که چسبش وقتی میخوره به دستم چسبونکی نمیشه. چه نکته جالبی بود. واو نصفشو تقریبا از نصف بیشترشو کندیم. چه رنگی آجی، اصلا روشنه پشتش. حالا این یکی چون رو دست راستمه شاید بتونم سریعتر. نه ولی در اون حدم دیگه چسبونکی نیست که پامو بذارم بچسبه دیگه. آها آره میخوریش؟
به به. ایک. آها اینجا نگاه. چسباش دارن از جون و دل مایه میذارن ها. آره. تقریبا تموم شد. بله گریپ کاملا کنده شد. چرا باحال شد ولی کاش میشد ایناش هم کند، یعنی میشه کنده اما من خستم. حالا بریم سراغ تستش. تراک‌ها رو بچسبونیم و بریم سراغ این که باهاش اسکیت کنیم. خب گریپو کندیم، الان هنوز یکم رد چسب روش مونده. تراک‌ها هم بس کردم، بریم ببینیم چطوریه. خیلی پام راحت روش تکون میخوره و واقعا نبودنش حس میشه. چقدر کثیف شد، خیلی کثیف شد، ولی به خاطر اینه که اون رد چسب روش مونده و من پاهم گذاشتم روش کنه یه افتضاحی شد. حالا تریک بزنیم باش. اولین تریکی که میخوام بزنم چیه؟ شابیت. ببینم چطوریه. اوه اصلا حس امنیت نمیده، حس میکنم میخوام از روش بیفتم. هی پام خیلی راحت میره واسه خودش. اوه نایس. اونقدرم سخت نیست. حالا شابیت زدم باش اوکیه، ولی دیگه لیز میخوری دیگه سریع. چی بزنم؟ عالی. حقیقتا یکم میترسم چون گریپ نداره، میترسم بخورم زمین. حس میکنم انگار شکننده تر شده بدون گریپ. تمرکز. خیلی خوبه، حس خیلی خوبی میده. به خاطر گریپ نبود، سنگ رفت زیر لاستیک. اوه شت، خیلی باحاله. پس شابیت و عالی و میشه وایساد. اوکی، فکر کنم کیک فلیپ و هیل سخت باشه، حالا به اونم میرسیم. الان میریم پاپ شابیت رو بزنیم ببینیم پاپ شابیت چجوری میشه. ایزی. اصلا کلا این تریکا چون زیاد ربطی به گریپ ندارن و زیاد گریپ واسه شون مهم نیست، انگار زیاد تاثیر خاصی روش نمیشه، زیاد تاثیر خاصی روش نمیذارن. نمیشه چی؟ دوباره بزنم با ایر بالا. حس میکنم اسباب بازی شده. هیو کثافت شد روش. الان فرانت ساید پاپ شابیتو بزنم ببینم اون چطوره. ایو دوباره تو حرکت هم بزنم. میگم این سری تریکا اوکیه. بریم فرانت ساید و بک ساید 180. اول فرانتش رو بزنم. دوباره اینم میشه زد.
اصلا انگار اونقدر تاثیر خاصی نداره. چرا حس میکنم تاثیرشو. فرانت ساید 180 هم اوکی. بک ساید رو بزنیم. اوه نیا کن اینجا گریبانگیر شد، گریپ نداشتن. الان اگه مثلا گریپ داشت، این لحظه ای که پای جلوم میموند، پای جلوم لیز نمیخورد از روش، بعد میتونستم سعی پای عقبم بذارم، ولی الان چون نداره یکم سخت. زدمش ولی خسته بود. یه خوبی بزرگی که داره اینه که دیگه کفشاتون به این شکل در نمیاد. شاید هم بدیه، نمیدونم، چون اون موقع دیگه مثل پوزرها به نظر میاد اگه کفشتون اونجوری نباشه. بک ساید 180 هم میشه باهاش زد، ولی من یکم دارم خسته میزنمش. این هم شد. حالا میرسیم سراغ کیک فلیپ و هیل فلیپ. اونا باید جالب باشن. اونا هم میشه باهاش زد، ولی کیک فلیپ رو بزنیم. اوه یکم ترس داره. اوه چی؟ نه اصلا پام بهش نمیخوره انگار، یه جوریه. اوه خیلی کثیف بود ولی شد. دوباره اصلا یه حس متفاوتی بهتون میده. یعنی مثلا انگار اسکیت بیشتر میتونه واسه خودش این ور اون ور بره، یعنی دست و بالش بازتره واسه حرکت زدن اسکیت. واسه شما نه، واسه اسکیت یکم دست و بالش واسه شما انگار اسکیت کمتر تو دستاتونه، کمتر میتونید تسلط داشته باشید. ای بابا چه گند میزنم همش. این تخته هم یکم خسته است. در حال حرکت بزنم کیکو. اوه ایزی اوکیه. آره کیکم شد، همه چی داره میشه. پس ما نتیجه میگیریم اگه به گریپ اسکیت نزنید بازم میتونید اسکیت کنید. اوه ایو عالی. هیل، بریم سراغ هیل هم بزنیم و ویدیو رو به پایان برسونیم. خستم کرد. هیل اینجوری پوزیشن رو میگیری. پشمام فرست رای تو حرکت. نه دیگه. دوباره خیلی خفن بود، خیلی خفن. بذار یه دونه. نه دیگه این قفل. آره ترفیلی بود، ولی بذار یه بار دیگه هم ترای بدم. نه دیگه ترفیلیپو بیخیال. آره اینم شدنیه. بذار یه ترای دیگه هم بدم. خب نتیجه‌ای که ما میتونیم بگیریم واسه اسکیت بدون گریپ اینه که شدنیه و میشه بدون گریپ اسکیت کرد، اما شما تسلطتون روی تریک زدن و اسکیت کلا میاد پایینتر و خوب نمیتونید روی تریک زدنتون تسلط داشته باشید و همونطور هم ایر تریکاتون میاد پایین و یه جوریه دیگه. یعنی مثلا میشه زد همه تریکا رو باش، اما خب ایرتون میاد پایینتر. تنها چیزی که من ازش پی بردم این بود و قابل حدسم بود، چون بدون گریپ هم کثیف شد آجی. بدون گریپ تمرین کردن کلا اینطوریه، یعنی بدون گریپ اسکیت کردن. بله
مرسی از اینکه ویدیو رو دیدید. امیدوارم که سرگرم کننده بوده باشه واسهتون و اینکه تا ویدیوی بعد ببینمتون. فعلا.